چو آمد به درگاه سام سوار، پذیره شدش نوذر شهریار. به پوزش همه پیش نوذر شدند، به جان و به دل ویژه کهتر شدند. برافروخت نوذر ز تخت مهی، نشست اندر آرام با فرهی. پس رفتن بزرگان باش آشتی کردند و صلح برقرار شد و عذرخواهی کردن و نوذران خوشحال شد و دوباره در واقع بر روی تختش جلوه کرد و تابید. اینجوری که میشه برافروخت نوذر ز تخت مهی، یعنی در واقع تابنده شد. خب اینا که اتفاق افتاد، بعد حالا مثلا فرض کنید همه رفتن و سام شروع کرد با نوذر صحبت کردن و در واقع اون رو نصیحت کردن. جهان پهلوان پیش نوذر به پای، پرستنده او بود و هم رهنمای. به نوذر در پندها برگشاد، سخنهای نیکو همی کرد یاد. ز گرد فریدون و هوشنگ شاه، همان از منوچهر زیبای گاه. که کیهان به داد و دهش داشتند، به بیداد بر چشم نگماشتند. در واقع از پادشاهان پیشین نام میبره و این چیزی هستش که در شاهنامه شما اون رو زیاد میبینید و همیشه در اینجا یک شاهان خاصی هستند که از اونها نام برده میشه و اونها رو به عنوان پادشاه نیکو همیشه میشناسن و همیشه از اونها یاد میکنن. و اینجا میبینید که اولین پادشاهی که ازش یاد میشه هوشنگه. دقت بکنید پادشاهان شاهنامه کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، ضحاک و بعد فریدون هست و اینجا هوشنگ رو میگیره و بعد فریدون رو میگیره و بعد منوچهر رو. این رو به عنوان پادشاه نیک میگیره. البته پادشاه دیگه مثلا کیومرث هم پادشاه خوبی بوده، طهمورث هم پادشاه خوبی بوده، ولی آنچنان برجسته نیستن مثل هوشنگ شاه که در کارهای نیک کرده. خب ز کیهان به داد و دهش داشتند، به بیداد بر چشم نگماشتند. دل او ز کژی به راه آورید، چنان کرد نوذر که او رای دید. یه نوذر پند و اندرز او رو پذیرفت. دل مهتران را بر او نرم کرد، همه داد و بیداد بازرم کرد. داد و بیداد یعنی همه کار کرد، یعنی همه کار رو به آرامی انجام داد. چو شد گفته آن بودنی ها همه، به گردن کشان و به شاه رمه. جهان پهلوان پیش نوذر به پای، به دستوری بازگشتن به جای. دستوری یعنی اجازه خواستن برای بازگشت. برون رفت با خلعت نوذری، چه تخت و چه تاج و چه انگشتری. غلامان و اسبان زرین ستام، پر از گوهر سرخ زرین دو جام. خب پس اینجا به خوبی خوشی این بخش داستان تموم میشه و نوذر پشیمون میشه از کاری که کرده و در واقع سام هم بعد از این نصیحتایی که میکنه و مشکلات رو حل میکنه برمیگرده به اون گرگساری که بوده. اما برای نیز بگذشت چندی سپهر، نه با نوذر آرام بودش، نه با نوذر آرام بودش نه مهر. میگه ولی مشکلات نوذر حل نشده بود. یعنی شاید اینجا همونجا اشاره به این هستش که اون فرعیزدی که ازش گرفته شده دیگه به این راحتی بهش بر نگشته. یعنی مشکلات همچنان در پیش روی نوذر هست.